90% مردم ایران این سه کلید میانبر کاربردی در کامپیوتر رو نمیدونن. 1. برای ساخت پوشه به جای راست کلیک، نیو و فولدر فقط کافیه دکمه های کنترل، شیفت و ان رو بزنین و بلافاصله ایجاد پوشه برای شما انجام میشه. 2. برای باز شدن مای کامپیوتر به جای دابل کلیک بر روی دیس پی سی یا مای کامپیوتر فقط کافی دکمه های وینکی و حرف ای یعنی پنجره و حرف ای رو بزنین و بلافاصله مای کامپیوتر برای شما باز میشه. و 3. برای باز شدن پنل ایموجی ها جهت نوشتن شکلک به متن ها در نرم افزارها فقط کافی دکمه های پنجره و نقطه یا دات رو بزنین تا پنل ایموجی ها مثل گوشی موبایل برای شما باز بشه.